بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم الله متعال را سپاس گزار هستیم که برای من فرصت عنایت نمود تا با یک دیگر از سلسله برنامه‌های قلب آسیا ویژه برنامه افغانستان از شبکه جهانی وصال حق خدمت شما عزیزان و سروران باشیم. عزیزان گرامی، البته همه شما در جریان هستید که ما در هفته گذشته روی موضوع دزدان سرمایه ملت، یعنی دزدانی که سرمایه های مادی و معنوی ملت افغانستان را دزدیدن صحبت کردیم. در آن برنامه یک بخش کوتاه از آن برنامه را به حرفهای آقای روحانی ربط دادیم و روی حرفهای آقای روحانی صحبت کردیم که آقای روحانی در روزهای گذشته گفته بود که ما در قبال احداث سدها و بندها در شمال و جنوب افغانستان بی تفاوت نمیمانیم. بدون شک این موضوع تا هنوز خنک نشده است، سرد نشده است. این حرفهای آقای روحانی در وسط ملت افغانستان یک لهر را سر داده است، یک واکنش تند را با خود به جا گذاشته است که تا کنون خاموش نشده است. ما بعد از این حرفهای آقای روحانی شاهد تظاهرات در هلمند افغانستان بودیم و همچنان سپس تظاهرات دیگر در کابل افغانستان پیش روی سفارت دولت ایران در کابل شاهد تظاهراتی بودیم علیه حرفهای آقای روحانی و همچنان مقامات متعدد افغانستان این حرفهای آقای روحانی را مداخلات مستقیم در امور افغانستان عنوان کردند. البته خیلی جالب یا مضحک و خنده آور این بود که حرفهای آقای روحانی حرفهای خود را به دفاع از اهل سنت ایران پیوست داد و این چیز باعث شد که تعداد اندک از اهل سنت ایران فریب حرفهای آقای روحانی را بخورند و فکر بکنند که واقعا آقای روحانی به فکر اهل سنت ایران است، در حالی که ما میدانیم این رژیم قبل از هر کشور دیگر، قبل از هر ملت دیگر، زندگی ملت ایران را در کل و اهل سنت ایران را در خصوص به یک زندگی پر از مشقت و عذاب و تکلیف گردانده است. ما روزانه شاهد اعدام شدن جوانان اهل سنت ایران هستیم. ما روزانه شاهد رو آوردن جوانان اهل سنت و ملت ایران به شکل عموم به اعتیاد هستیم که و ما شاهد میلیون ها صیغه زاده در خیابان های ایران هستیم که بدون سرنوشت روزشان را تیر میکنن. ما شاهد آن عده ملت شریف ایران بودیم که به عنوان کارتن‌های را خانه ساخته بودند و زیر کارتن‌ها زندگی خود را سپری می‌کردند که در میان رسانه‌ها غوغایی را برپا کرد. البته تنها ملت ایران نه، قبل از هر ملت دیگر ملت ایران از این رژیم آخوندی متضرر شدند و سپس نحوست این رژیم به کشورهای منطقه و همسایه سرایت کرد که به عنوان همسایه نزدیک، همزبان، همثقافت و همفرهنگ دولت افغانستان نیز از این نحوست‌ها بهره وافر را برد و ملت افغانستان از سوی رژیم، از سوی دولت ایران به اندازه ضربات و ضررهای دیده است که شاید تا چند نسل دیگر ما به حالت عادی بر نگردند. ما امروز در داخل افغانستان 2 میلیون معتاد داریم که بیش از 90% این معتادان از تولیدات
این دولت و این رژیم آخوندی ایران است. پس اینجا جا دارد که ما در مورد حق همسایگی صحبت بکنیم. مشیت الهی و تقدیر الهی بر آن رفته بوده که کشور به نام افغانستان دو همسایه داشته باشه به نام ایران و پاکستان. ما از همسایگی با ایران و پاکستان وقتی که صحبت میکنیم یا مینالیم، ملت این دو کشور هیچگاه فکر نکنن که ما از آنها شاکی هستیم، گله داریم. نه خیر، ما ممنون احسانات ملت شریف پاکستان، ملت شریف ایران بودیم و هستیم و می باشیم. ما سه ملت مسلمان و برادر هستیم که این رژیم کجا هیچ فرعون دیگر هم آمده این برادری، دوستی و صمیمیت را از میان این ملت ها دور کرده نمیتواند. وقتی که ما گله میکنیم، شکایت میکنیم، ما از رژیم این دو کشور شکایت داریم، گله‌مند هستیم که این دو دولت کشور عزیز ما افغانستان را به خرابه تبدیل کردند و هیچگاه نمیخواهند که افغانستان یک افغانستان آرام، آباد و مستقل باشد. چون امنیت و آسایش و استقلال افغانستان شاید به نفع این دو کشور نیست. به همین خاطر این دو دولت نمیخواهند که افغانستان آرام و آباد باشد. برای این ادعای خود ما دلایل خیلی زیاد و واضحی داریم. ما و شما شاهد بودیم که بعد از شکست قوای سرخ شوروی در افغانستان چگونه این دو کشور، چگونه این دو دولت با دولت‌های کفری دیگر مجاهدین افغانستان را به جان هم انداختن و خانه جنگی را در افغانستان برا انداختن که تا امروز متوقف نشده است. پس در این برنامه می‌خواهیم که روی حق همسایگی صحبت بکنیم. آیا واقعاً این دو دولتی که همسایه افغانستان قرار گرفتن هیچگاه حق همسایگی را ادا کردن؟ هیچگاه فکر کردن که باید ملت افغانستان، این ملت رنج دیده که چند دهه می شود در آتش می سوزد، باید کمی رحم بکنیم به حال اینها، از مداخلات در امور اینها توقف بکنیم، اینها را از این بیشتر به جان هم نیندازیم؟ نه خیر، تا هنوز چنین فکر نکردن. البته هر روز برای ما دردسر جدیدی ایجاد میکنن. تازه ترین دردسری که برای ملت افغانستان دولت ایران و رژیم ایران ساخته است، حضوری حدود 20,000 یا کمتر و بیشتر شیعیان افغانی است که تحت نام تیپی فاطمیون در سوریه مصروف سنی کشی هستند. از میان مهاجرین افغان که در ایران زندگی میکنن و یک تعدادشان به خاطر آوردن یک لقمه نان به خانواده هایشان به ایران رفته بودند، رژیم ایران از میان آنها سربازگیری کرده و امروز حدود 20,000 از آن شیعیان افغانی در سوریه مصروف سنی کشی هستند که همه آنها به آدم کشی و سنی کشی عادت کردند. بعد از تخریب کامل سوریه که اینها به افغانستان برگردن، این 20,000 جوانی که با آدم کشی و سنی کشی عادت کرده، خو خواصشان سنی کشی شده، اینها برای ملت افغانستان دردسری نیست؟ واقعا خیلی دردسر بزرگی هست اگر ملت افغانستان، دولت مردان افغانستان، علمای افغانستان، مسئولین افغانستان متوجه این امر خطرناک نشوند. ما شاهد یک عراق دیگر، شاهد یک سوریه دیگر عنقریب در افغانستان خواهیم بود. روی این موضوعات با مهمانان صحبت خواهیم کرد. مهمانان که در این بحث با من شریک می شوند، هر یک استاد اسماعیل امینی، تحلیلگر امور سیاسی و حقوقی از افغانستان با من خواهند پیوست و همچنان صفت الله زاهدی، خبرنگار از هلمند، در خلال این برنامه در مورد تظاهراتی که در هلمند شد با ما صحبت خواهند کرد. و همچنان می‌خواهیم با دکتر نور محمد عمرا که تمامی بیننده‌های عزیز شبکه جهانی وصال حق با صدا و صوت و چهره این عزیز آشنا هستند، می‌خواهیم با ایشان صحبتی داشته باشیم که آیا واقعاً روحانی که خود را دایی مهربانتر از مادر برای اهل سنت ایران جلوه می‌دهد،
آیا در حرفهایش آقای روحانی صادق است یا چیزی دیگه پشت پرده است که ما خبر نداریم؟ همچنان استاد رحمت الله فطرت، استاد دانشگاه از کابل افغانستان، در خلال این بحث با ما خواهند پیوست. در آغاز میریم طرف مهمان عزیزی ما، استاد اسماعیل امینی، تحلیلگر امور سیاسی که از کابل افغانستان همین اکنون با ما روی خط هستند. استاد اسماعیل امینی عزیز و گرامی، اگر صدای مرا دارین خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. بسم الله سلام خدمت شما آقای رحیمی محترم و تمامی بینندگان شبکه جهانی وساله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم استاد امینی عزیز که برای ما و بینندگان عزیز برنامه قلب آسیا که ویژه برنامه افغانستان هست، موضوعات و مسائل افغانستان را ما هر جمعه شب در این برنامه به بحث و بررسی قرار میدهیم. خدمت ما حاضر شدید و برای ما وقت دادید. تشکر از شما. زنده و سلامت باشید. واقعا هر شب شما را ممکن نیست برنامه قلب آسیا را ندیده استراحت کنیم و بهترین پنجره و روزنه است که ما درد خود را به همه جهانیان در میان میگذاریم و بهترین بلنگو و گلوی رسایی برای ما هست. تشکر سلامت باشید. لطف دارید شما. استاد امینی عزیز، میشه برای ما اگر عنوان برنامه ما را یک معرفی کوتاه بکنید؟ ما عنوان برنامه را گذاشتیم حق همسایگی. حق چی است و همسایه کی است به نظر شما؟ ابتدای چون این روزهایی که ما به معنای وارونه حق و همسایگی را از همسایه های همجوار خود دیده ایم، شاید در سن خیلی ها اینگونه صدایی کند که حق چیزی نیست که از همسایه ها ما دریافت کردیم و شاید همسایه کسایی نیستند که در جوار ما قرار دارند. به خاطر این حق ما در واکاوی در واژه‌نامه ها وقتی رخ بدهیم می‌بینیم حق به معنای راستی و درستی و صاف و یک سادگی بودن است و همسایه هم در معنای لغتی همین کسی را میگن که در جوار انسان میزید. و حال اگر ما بخواهیم با ترکیب این کلمه حق و همسایه هر دو را واژه‌ای مستند ساخته و بخواهیم آن را تحلیل کنیم، افغانستان مظلوم از این معنا و از این بار معنایی این کلمه متاسفانه محروم شده است. درست. در آزمای تاریخی همسایه‌داری ما خداوند نصیب ما همسایه‌ای نکرده است که ما بتوانیم ادای حق بر اونها بکنیم، چون حقی آنها به گردن ما دیگر نخواهند داشت با این همه دیگ و فتنه انگیزی در کشور ما. درست. شما از همسایه ها مثل من که قبلا شاکی بودم گله کردم، شاید هدف شما هم دو حکومت این همسایه ها باشد، نه ملت هایی که مثل برادر برای ما خدمت کردن، کمک کردن، ما را در خانه های خود جا دادن. درست است؟ نکته مهم هم در این صحبت انشاءالله همی است که نباید ما فراموش کنیم وقتی ما مثلا مورد نظر عنوان میگیریم حکومت ایران، اینجا مردم ایران برای ما عزیزند. اون چیزی که با ما سر فتنه انگیزی برداشت و در فکر تخریب و نابود ما هست رژیم حاکم بر این کشور است. بله. ما نه مردم ایران، چرا چون دیار مردم دیار ایران با شنیدن همین حرف‌هایی که در اطراف زده می‌شود ببین اونها هم عرق می‌کند. درست. ما با مردم ایران سرنوشت مشترک، عنعنات مشترک، فرهنگ مشترک و رسومات و زبان مشترکی داریم. یکی از ایران و رژیم حاکم خاطرات خوشی نداریم، ولی از مردمشان همچنان راضی بوده ایم. نوادی آنها در مقابل مهاجرین و اهل سنتی که در بغل آنها و در آغوش آنها قرار دارند ممنون و سپاسگزار هستیم. درست. تشکر. سلامت باشید آقای امینی. میایم روی اصل موضوعمان. شما از دولت ایران، از رژیم آخوندی ایران چی شکایت دارید که در قبال ملت ستمدیده افغانستان چی کردن؟ یعنی چه حقی را آنها مراعات نکردن؟ میشه اشارات داشته باشید؟ در کدام بخش ها آنها حق ما را مراعات نکردن مثلا؟
اولین دردی که مردم افغانستان یا بهتر از بگوییم مردم در دیده و مظلوم افغانستان از حکومت رژیم ایران دارند همین مداخلات ایران در امور داخلی افغانستان می باشد. درست. ایران از زمانی است که دست به مداخلات در امور داخلی افغانستان می‌زند. نه مداخلاتی که پنهان باشد و هیچ کس از عملکرد آنها با خبر نشود، بلکه مداخلات ایران به هیچ کس پوشیده نیست، در سطح منطقه و به شدت تمام جریان دارد و کشورهای منطقه نه تنها افغانستان، عراق، یمن، سوریه همه در بحران کشانده شدند. بله. و هر چند دولت این نکته ایران باید آقای رحیمی فراموش نمود که هر چند دولت اعلان کرد که از مداخله در امور کشورهای دیگر از جمله افغانستان خودداری می‌کند، اما به نظر می‌رسد کمی باید این سیاست اعلامی ایران در قبال افغانستان فراتر رفت و آن را در چارچوب خطوط کلی اندیشه حاکم بر نظام ایران مورد بررسی و تحلیل نمود. درست. در کدام بخش ها مثلا مداخلات داشته به نظر شما؟ میشه مشخص‌تر صحبت کنیم؟ به طور عینی ما مثلا میتوانیم همین صحبت‌های اخیر آقای روحانی رئیس جمهور ایران را اشاره قرار بدهیم. افغانستان با اینکه کشور در دیده است و هر روز سنگی از همسایه‌ها به سر او پرتاب شده و جنگ‌های داخلی هم بر آنها حاکم است و با گذشت سالها جنگ و خونریزی این تا حدی کشور افغانستان قادر گردیده که بر پای خود ایستاد شود و از منابع خود به نفع ملت خود استفاده کند، در شرایط همسایه که خود را اهل دین و اهل فرهنگ اسلامی می‌داند بیاید رئیس جمهورش این صراحتا نیمه آبادی که دست آمده را تحقیق کند، آیا باز هم درد مردم افغانستان را تازه کردن نیست به نظر شما؟ بله. بله ادامه بدین، بفرمایید. چند مدت قبل مثلا ما نمونه یک از دخالت‌های ایران در مسائل بندسازی افغانستان را داریم. چند مدت قبل در بند سلمای هرات وقتی که 10 تن از محافظین بند سلما از سوی افراد ناشناسی به شدت می‌رسند، همه مردم از تحلیلگر و غیر تحلیلگر همه می‌دانند به صراحت متوجه شدند که این کار ایران است و حال به خاطر حرمت همسایه‌داری مردم این را صراحت نمی‌گفتند و رسانه‌ای نمی‌کردند. درست. اما وقتی که ما از آقای روحانی صراحتاً می‌شنویم که می‌گوید با همسایه‌داری موافق نیست و می‌تواند بدون عکس العملی که نشیند و ساکت ببیند افغانستان رو به پیشرفت است، حال دیگر پرده از چهره برداشته شده است. مردم افغانستان باید یک قیام عمومی می‌کردند. باز هم مردم افغانستان با مشاهده چند تظاهراتی که ما این روزها در ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد بودیم حق مطلب را ادا نکردند. کاش این تظاهرات‌ها تا ماندگی شده بود تا جامعه ملت می‌فهمید که ایران چه دور خودی سرطانی بغل افغانستان قرار داره و برای تخریب افغانستان به صراحت تمام در مجلسی که حتی نماینده خود افغانستان حاضر است این گونه اعلام می‌دارد که ما بی تفاوت نشسته نمی‌توانیم. درست. استاد امینی عزیز روحانی می‌دانست که بله استاد امینی عزیز، آقای روحانی هم در خلال حرف‌هایش از مناطق اهل سنت ایران نام برد، مثل استان سیستان و بلوچستان، استان خراسان نام برد. یعنی میگفت که این احداث این بندها گویا قطعا بر اهل سنت ایران هست، یعنی خود را به دفاع از اهل سنت ایران کمر بسته کرده بود و میگفت ما در قبال احداث این بندها خاموش نمیمانیم. شما چه نظر دارید که واقعا احداث این بندها آب را بر اهل سنت ایران که همسایه ما هستند، قسمی که شما قبلا گفتید که آنها بر ما منت گذاشتند که ما را در خانه های خود جا دادند، مثل یک برادر به ما حق دادند، زندگی کردیم همراهشان چندین سال، ملت افغانستان آنجا هستند، آیا بستن آب بر روی همچون همسایه ظلم نیست به نظر شما؟ واقعا یک نکته را باید آقای رئیس متوجه بود که این سخنان آقای روحانی با این که از نظر روابط بین‌المللی بدترین هنجار شکنی هست، عذر بدتر از گناهی همونا برای سخنان خود توجیه میکنند.
چه عذری بدتر از گناه آمدن و اهل سنت ایران را برای این گفته های خود در مقابل مردم جامعه افغانی قرار میدن و این گونه میخواهند این صحبت ها را برای سنت ایران توجیه کنند که ما حامی شما هستیم و ما به دنبال حق شما هستیم. این چیزهایی هم که از بیرون تحمیل میشد ما اینها را حتی میخوام در واقع، اما در حقیقت و ما مشاهده هستیم که اوضاع اهل سنت ایران در ایران به چیز منوال هست. حتی از پایین‌ترین حق خود، حق یک عبادت خود محروم است. حالا انسان آمده و میگوید افغان‌ها حق اهل سنت ایران را نمیدن، واقعا جای خنده و شرم‌آور است برای یک رئیس جمهور کشوری که خود را مقتدر جهانی می‌داند و این گونه صحبتی و این گونه توجیهی برای مردم داشته باشد. در حالی که مناطق دیگر ایران نیز غیر از اینکه با افغانستان سرحد داشته باشه، حدود داشته باشه، مناطق دور از افغانستان هم از بی‌آبی و از مشکلات شکایت میکنن. آنها را هم ملت افغانستان آبشان را بسته یا دولت آخوندی خودشان ناکام ماندن در این امر آب رسانی به ملتشان؟ سرمایه ملت را بجای اینکه برای ملت آب مهیا می‌کردن، او را در جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای در سوریه و عراق و یمن و افغانستان به خرج می‌دهند و به مصرف می‌رسانند. من جناب استاد در صحبت شما باید یک نکته بگم. چند قبل یک مقاله از دکتر عبدالستار بوشوکی دیدم که در اون مطلب نوشته بود و به گونه‌ای از افغان‌ها شکایت و گلایه کرده بود و از افغان‌ها به نام کلمه ناجوانمرد در مقابل سخنان آقای روحانی کرده بود. و من جای شرم است که کسی خودش را به نام دکتر عبدالستار در مقاله‌ای بنگارد که مردم افغانستان در مقابل این صحبت آقای روحانی ناجوانمرد بودند. واقعا این جای تأسف است. و این در خود آورده است که اهل سیستان و بلوچستان از سادی صدمه می‌بینند، در حالی که این خلاف واقعیت و خلاف آنچه در حقیقت هست میباشد. نمیدانم چگونه اینها با این صراحت میتوانند هر چه دلشان بخواهند را بنویسند در معلق عام و در فضای مجازی به طور عمومی پخش کنند، در حالی که بویی از واقعیت هم ندارد. درست. واقعیت چی است؟ واقعیت برای همه مشاهده است که ایران میخواهد با یک تیر دو نشان را هدف بگیرد. با این مسئله که میخواهد که منابع افغانی را که برای منافع افغانی ها باید استفاده بشود برای خود استفاده میکند و از سوی دیگر اهل سنت را به گونه سپری برای خود در این معرکه قرار میدهد. خود آقای روحانی میداند که این طور طلبی از کشور افغانستان که تو نساز آب خود را مقام نکن یک حدیث شکنی بین المللی است و در مقابل این سخن افغانی ها نمیتوانند سکوت بکنند. حالت بیاید و اهل سنت را پیش میکشد که مردم افغانستان واقعا اهل سنت ایران را از جان خود بیشتر دوست دارند و آقای روحانی میخواهد که با این عمل کرده خود خشم مردم افغانستان را فرو بنشاند، در حالی که گمان میکنم یکی از اهل سنت ایران هم به این سخنان آقای روحانی راضی بوده و جبین او عرقشار از شرم نشده باشد. تشکر استاد امینی عزیز از اینکه برای ما بیننده‌های عزیز ما وقت دادین. تشکر از شما. سلامت و زنده باشین. در اصل می‌خواستم یک نکته را برای دولت مردان افغانستان نیز تذکر باشد. بفرمایید مختصرا. حال که رخ سخنم برای کسایی که در کرسی قدرت هستند و یا کسانی که مناظر در دستان آنها هست، علمای معظم افغانستان بیان حال دشمن کرده از چهره برداشته خود را آماده برای نبرد و تخریب افغانستان کرده است. از این به بعد سکوت کردن واقعا ظلم و جفا در مقابل افغانستان است. ما چند مقاله دیدیم از آقای سیدعیسی حسینی مزاری کل حزب سریان که گفته بود ما مردم افغانستان چنین اتهام‌هایی در مقابل سخنان روحانی نداریم، در حالی که من باید بگویم که حافظه تاریخی سیدعیسی حسینی مزاری فکر کنم خیلی مشکل دارد. چرا؟ چون تنها کشوری که مجاهدین افغانستان را متفرق کرد و جنگ خانگی را در افغانستان برپا کرد تنها کشور ایران و کشور همسایه دیگر ما پاکستان بود. و
نکته اساسی است که باید دولت مردان ما متوجه افرادی در جامعه هم باشند که اینها هم از داخل دارند دست کشورهای همسایه مردم افغانستان را ذلیل میکنند و با کلمات نامناسب مردم افغانستان را خار میزنند. درست است. تشکر. امیدوار هستیم که پیام شما به گوش دولت مردان افغانستان و مسئولین افغانستان و همچنان رئیس مؤسسه طبیان که شما از اون نام بردید برسد به گوششان ان شاء الله. تشکر. خداحافظتان. سلامت باشین. خداحافظتان. بیننده‌های عزیز، صحبت داشتیم با استاد اسماعیل امینی، تحلیلگر امور سیاسی از کابل افغانستان در مورد مداخلات ایران در امور افغانستان که حرفهای آقای روحانی را گفتن دقیقا شبیه این است که میخواهد با یک تیر دو فاخته را بزند. از یک سو تشنج و اختلاف میان ملت افغانستان و اهل سنت ایران ایجاد بکند و به اهل سنت ایران چنین وانمود نماید که مشکلاتی که بر سر شما آمده است این از طرف افغان هاست، ما در قبال آنها بی تفاوت نمیمانیم. یعنی همان ناکامی خود را یا همان فسادی را که خودشان در منطقه ایجاد کردن به او میخواهند پرده پوشی بکنن. همچون حرفی را آقای روحانی زدن ورنه مناطق دیگر ایران، ملت ایران کجا از آسایش و از وسایل اولیه زندگی برخوردار هستند که تنها مشکل ملت ایران که در حدود با افغانستان، در سرحد افغانستان حضور دارند مشکل اینها باشد. همکار عزیزم رفیع جان اشاره میکنه که مهمان دیگر ما صفت الله زاهدی، خبرنگار از هلمند افغانستان با ما روی خط هستند. آقای صفت الله زاهدی، اگر صدای مرا میشنوین خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. تشکر. صدای شما را دارم. خوش شدم که همراه تلویزیون وصال حق شبکه جهانی با شما در تماس دارم. تشکر. سلامت باشید آقای صفت الله زاهدی. با ما روی خط باشید. ما کلیپی که از تظاهرات هلمند به دست ما رسیده است یک کلیپ شب نشر میسپاریم و سپس در مورد این تظاهرات با شما صحبت خواهیم کرد. درست است؟ تشکر. بیاین رفیع جان روی مانیتور من. مرگ پر پاکستان، مرگ پر مرگ پر پنجاب، مرگ پر پاسدارانو، مننه یو د سلمان چکیر او د یو کمال خان پنجاب چې په منظم شکل همدغه نننی لاریون چې د ایران چې د افغانانو ژوندی دې وي جمهور اشرف غني، ژوندی دې وي جمهور ډاکټر محمد اشرف غني. موږ د خپل مشر مرشد ولاړ یو. منظم شکل همدغه نننی لاریون چې د ایران چې د افغانستان د ځواکونو پر دښمنانو د افغانستان تشکر رفیع جان عزیز. آقای صفت الله زاهدی، ما کلیپی از تظاهرات هلمند را به نشر گذاشتیم. بیننده های عزیز ما دیدن که ملت هلمند، هزاران تن از هلمندیان در این تظاهرات شرکت کرده بودند. البته خیلی جالب بود که در شعارهایی که میدادن مرگ به پاسداران ایران میگفتن. میشه در مورد این تظاهرات برای ما کمی معلومات بدهید؟ بله. 10 نفر از ساکنان و فعالان مدنی هلمند در جنوب افغانستان در اعتراض به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد تخفیف بندهای آب در افغانستان تظاهرات کردند. مثل که شما هم دیدند و کلیپ ها را نشر کردین. بله. تظاهر کنندگان علیه دولت ایران جواب دادند رود هلمند دریای هلمند با باید طبق معاهده امضا شده توسط موسی شفیق و عباس هویدا نخست وزیران
پیشین افغانستان و ایران در سال 1351 باید عمل شوند. اونا گفتند که در آن معاهده تصریح شده است که سالانه 850 میلیون متر مکعب از آب هلمند به ایران تعلق دارند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به تازگی ایجاد بندهای آب در افغانستان که به ضرر محیط زیست باد از رسانه‌های ایران خوانده، اما معترضان در افغانستان این سخنان او را مداخله اشخاص در امور افغانستان عنوان می‌کند و اونا گفتند که این سخنان اونا که هستند او را مداخله اشخاص در خود در امور افغانستان و در ولایت هلمند و کارهایی که صورت گرفته و اونا گفتند که این عنوان درست. مرگ بر سپاه پاسداران ایران میگفتن، این چه ربطی داشت؟ میشدند و مثلا تظاهر میکنند، اونا میفهمند که شما این کسا کی هستند. مثلا که سپاه پاسداران همراه طالبان و مثلا کسایی که خودش از دشمنای افغانستان همراه از اونا کمک میکنه که مثل بارها در ایگان مثلا در بندهای کجکی اونجا حمله صورت گرفته که بیش از 5 تا 6 پلیس کشته شدند و اسلحه‌ای که دستگیر شدن این اسلحه از ایرانی ها بودند و همچنان در ساخت ایران بود و همچنان در ولسوالی مارجه هم در سال 2016 یا در 1395 اونجا که یک چند نفر حمله کردن به پست‌های نیروهای امنیتی، اونجا هم یک نفر که کشته شده و از اونا کارت از سپاه پاسداران ایران هم از اونا داشت و اسلحه‌ای که RPG بود و ساخت ایران بود که اونا دستگیر کرده. درست. یعنی این ملت هلمند در این تظاهراتشان سپاه پاسداران را در ناامنی‌های غرب افغانستان سبب می‌دانند. درست است؟ عامل ناامنی‌های غرب افغانستان سپاه پاسداران ایران را می‌دانند. بله اونا همچنان اینمی چیزا گفتن. مثل که من برای شما گفتم سردار محمد همدرد رئیس جامعه مدنی هلمند در این قطعنامه تظاهرات گفته که هیچ کس در امور داخلی حق مداخله را ندارند. ایران باید به ما هشدار ندهد و این موضوع باید از راه سلامی حل شود، اگر نه ما میتوانیم خود را بگیریم. اونا گفتن که سپاه پاسداران و حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این چیزها در خصوصا در آب بندهای افغانستان را به مداخله درست است. دولت مردان یا مسئولین دولتی که در هلمند هستند آنها چه نظر داشتند در مورد حرفهای آقای روحانی؟ این کار باید صورت نگرفته و گفته که باید وزارت خارجه افغانستان همراه وزارت خارجه ایران در تماس هستند و این موضوع باید همراه سفیران هر دو کشور باید اونا حل بکنند که به این موضوع که موضوعی هم صورت گرفته و اونا باید خاتمه بیابند. درست. شما چه فکر میکنید که حرفهای آقای روحانی چقدر صداقت و مصداقیت دارد که واقعا با ایجاد این سدها آب بر ملت اهل سنت ایران کاملا بسته می شود یا آنها نیز در این آب حق دارند، حقابی آنها داده می شود؟ اونا حقابه دارند، مثل که ما گفتم که معاهده‌ای که امضا شده توسط موسی شفیق و عباس هویدا نخست وزیران پیشین افغانستان و ایران در آن معاهده تصریح شده است که سالانه 850 میلیون متر مکعب از آب هلمند به ایران تعلق دارند. درست. ولی امیالی که این یا قطع شده بر ایران حالا بله تانوزی که این بندها جور نشدند و این بندها جور میشن امیال بیش از 1000 میلیون متر مکعب از آب هلمند به ایران اونجا میرن و مثلا مردم ایران و کار میکنن و این آبهای دیگه که مثلا اونجا اونا میگیرن دوباره به خود افغانستان میفروشن. مثلا در ولایت نیمروز هم آبها را اونجا میبرن، اونا به خودش فیلتر میکنن، دوباره به ولایت نیمروز خودش در شهر زرنج جروان اونا میفروشن. درست. از موادهایی که در قطعنامه صادر کردن دیگه چی گفتن؟
اونا دیگه گفتن که در روزهای گذشته چند گردهمایی کوچک که در کابل هم برگزار شد، در سخنان رئیس جمهور ایران اونا برگزار شد، اونا هم چیزان گفتن که باید حق مداخله رو ندارند و ایران باید به افغانستان ندهند و اونا گفتن که باید امو معاهده امضا شده توسط مستشار که به سر گرفته، اونا گفتن که باید سر نمی عمل شوند و خواهانی از ایران تیل شدن. اونا گفتن که باید بر ما مثلا از ما آب میگیرن، اونا باید بر ما تیل رای بکنن، بخاطر که ما ایران تیل داره و برای ما باید تیل رای بکنن. درست است. تشکر آقای صفت الله زاهدی، خبرنگار از هلمند که با ما بودید. تشکر از شما. تشکر از شما و خداحافظتان. گفتگوی داشتیم با آقای صفت الله زاهدی که خبرنگار هستند از هلمند افغانستان در مورد تظاهراتی که در هلمند روزهای گذشته صورت گرفته بود علیه حرفهای آقای روحانی که او را مداخلات مستقیم در امور افغانستان می‌خواندند و ملت هلمند با شعارهای مرگ بر سپاه پاسداران ایران شعارهای سر میدادند، این گونه که آقای صفت الله زاهدی گفتند که ملت هلمند و ملت افغانستان در غرب افغانستان سپاه پاسداران ایران را عامل ناامنی در غرب افغانستان میدانند، به همین سبب آنها شعارهای ضد سپاه پاسداران ایران را نیز سر میدادند. بینندگان عزیز، میریم به سراغ یک میان برنامه کوتاه، میان برنامه را میگیریم و با ادامه موضوع برمیگردیم. با ما باشید. نظام شیطانی. دستهای نظام شیطانی غرق خون است و خوب میدانی، ریشه هایش درون مذهب شرک ریشه کن کی شود به آسانی. کار مداح چندشانگیز است، انعکاسی ز روح حیوانی، علم اهل بیت پیشا پیش، داغ تزویر روی پیشانی. این خوارج به اسم حزب الله خالی از ذره مسلمانی، بوق ماشینی نظام کفر، دشمن نغمه های انسانی. این خوارج به اسم حزب الله خالی از ذره مسلمانی، بوق ماشینی نظام کفر، دشمن نغمه های انسانی. باطنش ظلم و وحشت و تحقیر، ظاهرش گرچه هست روحانی. مردمی را که عقل در چشمند، علت درد و باعث و بانی، بس که تبلیغ دین نمود آقا، شد نماد حسین این جانی. ای خدا دست قدرتی بنما، تا شود این سکوت طوفانی. ای خدا دست قدرتی بنما، تا شود این سکوت طوفانی. غرق گردد میان خشم ما، نکند ادعای ربانی. ملت خواب در مقاطع سخت، ضربه ها میخورد ز نادانی. انقلابش به دست نااهلان، مغزهایی دچار حیرانی. آنچه مفت است خون دانشجو، عوض آب و برق مجانی. حاصل انقلاب بهمن ماه، غصه و جنگ و ناب سامانی. شاه رفت و ولایت مطلق، جایش آمد به نحو آسانی. نقش بر آب شد تلاش ما، سر خط آمدیم با پشیمانی. شاه رفت و ولایت مطلق، جایش آمد به نحو آسانی. نقش بر آب شد تلاش ما، سر خط آمدیم با پشیمانی. گر شغالی به خانه لانه گذاشت، خفته سگ موقع نگهبانی. مثل ضحاک پی مغز جوان، بر دعای ولایت خانی. نیست یک جا نشان ز آبادی، همه جا دزدی است و ویرانی. نیست یک جا نشان ز آبادی، همه جا دزدی است و ویرانی.
فکر آقا اسیر نقشه و مکر، بست قدرت به روی نادانی. نیست یک جا نشان ز آبادی، همه جا دزدی است و ویرانی. فکر آقا اسیر نقشه و مکر، بست قدرت به روی نادانی. تفرقه در میان اصلاحات، مثل سدی بزرگ و سیمانی. روز و شب طرح دشمن فرضی، در سر گوسپند ایرانی. همه از انتقاد می ترسند، از بسیجی و سپاه شیطانی. سر کشیدی ندای آزادی، می کشندت تصادفاً آنی. شرم دارد حسین از اینها، شرم دارد حسین از اینها. این گروه یزیدی جانی، گر نمی گشت انقلاب اینجا، کی به پاداشت گاو تنبانی. کارشان بود پنچرگیری چرخ در سر کوچه های بارانی، یا گدایی کنار مسجدها با صدای ضعیف و لرزانی. یا که دلاک داخل حمام کیسه کش روی گرده و رانی. یا که مستخدم وزیر و وکیل چاپلوسی خان و سلطانی. زدن واکس با خجالت و شرم، گوشه‌ای ازدحام میدانی. کهنه چینی و برف پارویی، آب حوضی و آب گردانی. خودفروشی به دست قوادان، بهر تحصیل تکه نانی. نشد اینها فروش ناموسی، خوردن ننگ روی پیشانی. خونفروشی است آخرین چاره، با بدنهای سست و داغانی. لیک شد انقلاب و این عده، غرق آسایشند و آسانی. لیک شد انقلاب و این عده، غرق آسایشند و آسانی. گرچه بر شانه های آنها هست زخم کهنه ز داغ پالانی. گرچه بر شانه های آنها هست زخم کهنه ز داغ پالانی. هر کس این زمان داشت هنر، مثل سگ جان کند نمیدانی. هر کسی این زمان داشت هنر، مثل سگ جان کند نمیدانی. دل آخوند میزند غوطه در هزاران خیال شهوانی. آید از دور کشتی امید، باز همچون گذشته جامانی. از ته دل به او توکل کن، نه به هر چیز دیگر فانی. معنی لا اله الا الله گر بفهمی رها شوی آنی. تو نماد عصاره خلقت، بهترین گل در این گلستانی. پیش پایت فرشتگان به سجود، حیف باشد به خاک جامانی. نشود تا رها ز خود نشوی، نشود تا که جان نیفشانی. معنی لا اله الا الله گر بفهمی رها شوی آنی. تو نماد عصاره خلقت، بهترین گل در این گلستانی. پیش پایت فرشتگان به سجود، حیف باشد به خاک جامانی. نشود تا رها ز خود نشوی، نشود تا که جان نیفشانی.
با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با برنامه قلب آسیا با موضوع حق همسایگی خدمت شما عزیزان هستیم. گفتگویی داشتیم با استاد اسماعیل امینی، تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل افغانستان، و همچنان با صفت الله زاهدی، خبرنگار از هلمند، با ما در مورد تظاهرات ملت هلمند علیه حرفهای آقای روحانی صحبت کردند. البته حالا مهمان دیگری ما روی خط هستند، دکتر نور محمد عمرای عزیز که تمامی بیننده‌های عزیز شبکه جهانی وصال حق با صوت و صدا و چهره این عزیز آشنا هستید. جناب دکتر، اگر صدای مرا میشنوین، در آغاز عرض سلام و ادب دارم. سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. بنده هم عرض سلام و ادب دارم، هم خدمت شما رحیمه بزرگوار و هم خدمت تک تک بینندگان عزیز برنامه قلب آسیا. در خدمت شما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر جناب دکتر که برای ما و بیننده‌های عزیز برنامه قلب آسیا بالاخره بعد از جد و جهد و کوشش 3 سال شما را توانستیم آماده کنیم که برای یکی از برنامه‌های ما برای بیننده‌های عزیز ما وقت بتین. تشکر از شما. همیشه در خدمت قلب آسیا. تشکر، سلامت باشید. جناب دکتر، موضوع این هفته برنامه ما هست حق همسایگی. البته شما هم شاهد هستید که ملت مظلوم و ستمدیده افغانستان همیشه از دو همسایه خود گلایه دارند، شکایت دارند، به خصوص ایران و پاکستان. البته آنها بارها تصریح میکنند که ما با ملت این دو کشور همسایه و دوست هیچ مشکل نداریم، آنها مثل برادر ما هستند، برادروار از ما استقبال کردند در دوران مهاجرت و تا امروز. اما مشکل اساسی آنها از این دو حکومت هست که این دو دولت و این دو نظام که در همسایگی ما قرار گرفتن متاسفانه هیچگاه بر ملت ما رحم نکردن. در تازه ترین نمونهش حرفای آقای روحانی را که میگفت ما در قبال احداث بندها و سدها در شمال و جنوب افغانستان به تفاوت نمیمانیم، چون این بالای محیط زیست استان سیستان و بلوچستان و خراسان تاثیرگذار هست، مؤثر هست. در این باب ما خاموش نمیمانیم و به تفاوت نمیمانیم. سوال از شما اینجاست که آیا واقعاً آقای روحانی فکرمند هستند در قبال مسائل اهل سنت و ملت ایران به شکل عموم، یا اینکه هدف دیگه دارن از خلال این صحبت هایشان؟ ببینید، ما اصولا در ایران همیشه این رو من تاکید دارم برش، ما مدیریت و سیاستمداران نداریم. ما یک عده افرادی داریم که به صورت ناشیگری دارن که فکر میکنن که ایران یک حوزه علمیه بزرگ هست با 80 میلیون جمعیت، دارن یک حوزه علمیه رو به اصطلاح مدیریت میکنن و اصولا هم سیاستی که در اختیار گرفتن سیاست ننه من غریبم بازی در آوردن و به اصطلاح شکست‌های پیاپی خودشون رو همیشه به گردن دیگران انداختن هست. مثلا آقای احمدی نژاد و کابینه شکست خوردن، میلیاردها دلار خسارت نظام و ملت ایران شد، دزدیدی شد، چپاول شد. بله، این کار آمریکاست، پس مرگ بر آمریکا. آقای نمیدونم روحانی هم در خیلی از پروژه ها شکست خوردن. بله، این توطئه اسرائیل بود، پس مرگ بر اسرائیل. الان هم خب شکست های پیاپی که در خود نظام هست، جنجالایی هست که نظام به اصطلاح پالتاقلی های سپاه و به دست گرفتن تمام موارد اقتصادی کشور، شکست تمام پروسه های کشور. یعنی این واقعا در کجای دنیا ما این رو شاهد هستیم که آقا بیاد یک کشوری به اصطلاح آب آشامیدنی ملت خودش رو بذاره به روی رودهایی که از یک کشوری دیگه میاد و اون در مقابل اون رودها هیچ گونه به اصطلاح ضمانتی نداره و هیچ گونه حقی رو ادا نکرد. یعنی در طی سالیان گذشته خب ما در افغانستان حکومت نداشتیم، نیاز به بحران‌های کشور افغانستان بر کسی پوشیده نیست. منابع افغانستان به طور عموم به تاراج میرن. حالا اگر روسیه منابع ملی افغانستان رو به تاراج میبره، اگر آمریکا به تاراج میبره، ما میتونیم بگیم که اینها
به هر حال استعمارگرانی هستند برای چند سبایی اومدن دزدای سرگردنه و می‌دزدند و می‌چاپند و میبرند. اما قضیه با ایران متفاوت هست. ایران کشور همسایه هست، تا ابدالآباد همسایگی پایدار خواهد موند. یک ملت موحد هست، یک ملت با فرهنگ مشترک، با زبان مشترک، با دیانت مشترک. حالا اگر این کشور در بحران هست، دیگه ما حق این حق رو نداشتیم که آب یا منابع طبیعی این ملت رو به تاراج ببریم. همچنین افغانستان کدوم کشور هست و کدوم ملتی هست؟ نه ما حق رو داریم، نه ایران این حق رو داره و نه پاکستان که یادشون بره همین افغان ها برای حفظ امنیت ملی ایران و افغانستان، ایران و پاکستان سینه سپر کردن و در مقابل روسی که هدفش رسیدن به آبهای آزاد کراچی و گوادر و چابهار و بندر عباس بود، اینا سینه سپر کردن. اما در مقابل این جانفشانی، این ایثارگری و این مردانگی که ملت افغان همیشه به اون شناخته میشن و شاخصه دلیل مردی و وفا و مردانگی ملت افغان هست، ایران چی به افغان ها داد؟ تنها کاری که ما برای افغان ها کردیم این بود که افغان ها این که آواره شده بودن و اومده بودن به خانه ما، باید اونها رو تو چشم خودمون روی سر خودمون میذاشتیم. به خاطر اون همه جانفشانی اومدیم اینها رو اجیرشون کردیم و تا الان به اصطلاح ملت بیچارهای جوانهای افغان رو ما هیزم به اصطلاح خواسته های خودمون در عراق و در سوریه کردیم و اونها رو داریم به کشتن میدیم. ما در قبال افغان‌ها چه کار کردیم؟ ما این رو تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که نظام به اصطلاح دیکتاتوری ایران، نظام آخوندیسم ایران چطور از نیاز یک ملت، از بحران یک ملت سوء استفاده کرد برای به اصطلاح رسیدن به اهداف خودش. الان ما فقط تو ایران مونده که بگیم مرگ بر افغانی. این رو کم داشتیم و آقای روحانی میخواد که این مسئله رو به اصطلاح ازش سوء استفاده کنه و ننه بنغریبن در بیاره که افغان میخواد از آب خودش استفاده کنه، در نتیجه ما محیط زیست ما به هم میخوره. شما بر چه مبنایی میایید محیط زیست خودتون و آب آشامیدگی خودتون رو بر به اصطلاح چپاول و دزدی برقرار میکنید؟ خب الان افغانی دیروز به اصطلاح این جرأت رو نداشت یا این توانمندی رو نداشت که از آب خودش استفاده کنه، اما امروز که به اصطلاح مقداری میخواد از منابع ملی خودشون استفاده کنن، دیگه اینجا ما حق نداریم که روی افغانی اعتراض کنیم. ما باید بدونیم که این حکومتی که در این نظام هست، این همه ثروت‌های ملی کجا میره؟ چرا این همه ثروت‌های ملی نتونسته آب آشامیدنی به اصطلاح مشهد رو تامین کنه؟ ما نمیتونیم برای هر کوچیک و بزرگی بذاریم به اصطلاح مشکل خودمون رو بندازیم روی گردن دیگران. آقا رودخانه ارومیه خوش میشه، کار به اصطلاح عربستان سعودی هست. آقا زاینده رود خوش میشه، به اصطلاح اصفهان ما بی آب میبونه که قم آباد بشه. این کار چی هست؟ کار نمیدونم فلان کشور هست. پس مرگ بر کوریه، مرگ بر افغان، مرگ بر سعودی، مرگ بر فلان. با مرگ بر دیگران، با ویران کردن دیگران کشور ما آباد نمیشه. در این به اصطلاح حادثه اخیر بیانگر این هست. این میاد یک پرده برمیکشه که چرا در طی این مدت ایران هرگز اجازه نمیداد که افغانستان آرام بشه. اینه که الان ما به اصطلاح ملت افغان داره شش گوششون باز میشه که ایران در طی این مدت از به اصطلاح بحرانی که در افغانستان بود هیزم این بحران را تهیه میکرد تا آتش معرکه‌های افغانستان همچنان پایدار بمونه تا ایران بتونه از منابع ملی افغانستان چپاول کنه. یعنی شما عامل این درگیری‌های داخل افغانستان ایران را می‌دانید؟ یکی از عوامل مهم و اساسی هست، این بر کسی پوشیده نیست. در طول این به اصطلاح مدتی که افغانستان دچار یک بحران بود، ایران به عنوان همسایه چه حقی رو در قبال همسایه ایفا کرد؟ من میخوام بگم یکی از به اصطلاح مسئولین ایرانی بلند شه بگه که آقا ما این منت رو بر سر حق افغانی داریم. برای ما همین که میگن ما 3 میلیون مهاجر افغان را جا دادیم، پناه دادیم. کجا 3 میلیون؟ ما 3 میلیون مهاجر افغان رو به بردگی کشیدیم، به اسارت کشیدیم. و اگه الان امروز ترکیه بیاد بگه که من 3 میلیون مهاجر سوریه رو حق به اصطلاح جا دادم، ما دست ترکیه رو میبوسیم، میگیم دست درد نکنه. ترکیه سوریه رو آوردی تو خونه، جا دادی، بهش تعلیم دادی، آموزش براش مهیا کردی، نمیدونم صحت و نظام پزشکی براش مهیا کردی تا وقتی که بتونه برگرده به کشورش. اما ایران چه کار کرد؟ ایران کدوم افغانی تونست اصلا در ایران
از حقوق یک شهروند، نه از حقوق یک مهاجر استفاده کنه. افغان فقط یک اجیر بود، یک کارگری بیچاره بود که تا آخر عمرش که در ایران سپری میکرد با پتک پدر سوخته سرش کوفته میشد. ما چه کردیم برای افغانستان مگر اینی که از یک بحرانی که در کشور همسایه بود به نفع به اصطلاح سیاست‌های آنی یا خودخواهی‌های رهبران ایران استفاده کردیم. افغانی در پیش ما تا امروز افغانی پیش ما یک انسانی هست از یک دیانتی دیگه. ما گفتم که ما در ایران حکومت نداریم تا مصالح ملی جامعه ایران رو مد نظر داشته باشه. ما یک اداره‌ای داریم که داره یک حوزه علمیه نظام تکفیری رو به اصطلاح مدیریت میکنه. افغانی برای ما اون افغانی هست یا حسین بگه و به اصطلاح بره برای سوریه به خاطر اهداف ما اونجا بچه‌ش رو به کشتن بده. و الا ما چی کردیم برای افغانی که امروز بتونیم به اصطلاح رومون رو بلند کنیم؟ تا جایی ما به رذالت کشیده شدیم در نظام سیاسی کشور خودمون که رئیس جمهور ما با تمام بی‌ننگی بلند میشه میاد جلوی رسانه‌های غربی میگه که اگر ما نمی بودیم آمریکا نمیتونست افغانستان رو تسخیر بکنه. بله. این حرف از یک انسان شریف به هیچ عنوان، از یک انسان با وجدان و با ضمیر به هیچ عنوان صادر نمیشه. انسان‌ها هستن که خیانت میکنن اما خیانت خودشون رو میپوشونن. اما ما بیاییم خیانت بکنیم در حق کشور همسایه، بعد با کمال بی‌ننگی به عالم و آدم بگیم که ما بودیم که به آمریکای جنایتکار اجازه دادیم و اون رو آوردیم و افغانستان رو دو دستی تحویلش کردیم. این دیگه واقعا بیانگر هست که ما در داخل ایران معضله داریم. برادرای ما ملت به اصطلاح افغانستان باید این رو درک کنن که به اصطلاح این پتکی که به سر افغانستان کوفته میشه این همون پتکیه که قبل از اونها به سر ملت ایران کوفته شده. باید این دو ملت دست در دست هم بدن و برای برچیده شدن از این نظام دیکتاتوری و از این به اصطلاح پروسه ویرانگر در این منطقه باید به اصطلاح خودمون رو نجات بدیم. ان شاء الله. تشکر. سلامت باشید جناب دکتر از اینکه برای ما و بیننده عزیز ما وقت دادین. واقعا وقتی که ما میگوییم که ملت افغانستان و ایران دو برادر هستند، صمیمی هستند، این دولت تکفیری آخوندی هیچگاه نمیتواند میان این دو ملت فاصله ایجاد بکند. نماینده ملت ایران ما شماها را میدانیم. تشکر از شما. خدا حافظتان. گفتگوی داشتیم با جناب دکتر نور محمد عمرا که در مورد مداخلات صریح دولت آخوندی ایران در امور افغانستان صحبت کردند و همچنان در مورد استفاده ابزاری از مهاجرین افغان که ایران برای منافع سیاسی خود در منطقه جنگ‌های را ایجاد کرد برای انداخت و برای آن جنگ‌ها به عنوان هیزم سوخت از مهاجرین افغان متاسفانه استفاده شده و دارد می شود. صحبت‌های جالب دکتر نور محمد عمرا را شنیدید. رفیقان عزیز، تا اینکه شما به مهمان دیگه ما که استاد رحمت الله فطرت از کابل هستند ایشان را روی خط بیارین تا با ایشان صحبت بکنیم. البته یکی از برادران تاجک ما سرودی را خودشان سرودن و از ما خیلی خواهش کردن، تقاضا کردن که این را در برنامه نشر بکنیم. سرود را میشنویم تا اینکه مهمان دیگه ما روی خط بیاین، راحت باشه برای ما و برای شما هم. رفیق جان صدا را پخش میکنم. ای شمع آهسته بسوز که شب دراز است، ای اشک آهسته برز که غم زیاد است. امروز کس محرم اسرار کس نیست، ما تجربه کردیم کس یاری کس نیست. ما تجربه کردیم کس یاری کس نیست. هر مرد شتربان اویس قرنی نیست، هر شیشه گل رنگ عقیق یمنی نیست، هر شیشه گل رنگ عقیق یمنی نیست.
هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد، هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. با مرده دلان پند مده خشم آزار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. با مرد خدا پنجه افکن چون امرود، این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. خوشنود مشو دشمن اگر کرد محبت، خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست. خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست. زیرا که برادر به برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. 100 بار اگر دایه به طفل تو دهد شیر، غافل مشو ای دوست که مادر شدنی نیست. غافل مشو ای دوست که مادر شدنی نیست. تشکر رفیع جان عزیز. سرود زیبایی را برادر تاجک ما از تاجیکستان سروده بودن و به واتساپ برنامه فرستاده بودن و خواهش کرده بودن که این را نشر کنیم. واقعا با موضوع برنامه ما هم جا می‌خورد. چند مصرع این شعر، جایی که میگفت 100 بار اگر دایه به طفل تو دهد شیر، غافل مشو ای دوست که مادر شدنی نیست. این دولت و دولت رژیم آخوندی ایران که خود را تلاش دارد دایی مهربانتر از مادر برای اهل سنت ایران ثابت بکند، با این حرفهای چرب و دروغش که بارها ملت ایران را فریب دادن، دروغ گفتن، باز هم میخواهند فریب بدهند. رفیع جان اشاره میکنه که مهمان دیگه ما استاد رحمت الله فطرت، استاد دانشگاه از کابل افغانستان با ما روی خط هستند. استاد فطرت عزیز، بعد از یک مدت طولانی ما میزبان شما هستیم. برای ما این شرف را بخشیدید که میزبان شما در برنامه قلب آسیا باشیم. خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. سلام الله علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. در قدم نخست من سلام و تمنیات خود خدمت تمام بینندگان شبکه جهانی وسایل حق و خصوصا علاقمندان برنامه قلب آسیا تقدیم می‌دارم و من هم خرسند هستم که بار دیگر بعد از سپری شدن یک مدت طولانی همراه شما مهمان برنامه تان در برنامه قلب آسیا هستم. تشکر. سلامت باشید استاد فطرت عزیز. موضوع برنامه ما هست حق همسایگی. ما در مورد این موضوع با مهمانان دیگر قبل از شما، با استاد اسماعیل امینی، با صفت الله زاهدی از هلمند، با دکتر نور محمد عمرا صحبت کردیم. البته تمامی مهمانان ما بر یک چیز تاکید داشتند که دولت ایران، حکومت ایران، نظام آخوندی ایران همیشه از اوضاع ناامن افغانستان استفاده کرده، بلکه خودش در ناامنی افغانستان دست داشته، عامل ناامنی های افغانستان بوده و سپس از خلال این ناامنی ها استفاده کرده است. آیا شما در کل با این حرف های مهمانان قبلی ما اتفاق میکنید؟ بله دقیقاً، چرا که مهمانای ارجمند شما در برنامه شما آمدن به صراحت اعلان کردن و همچنین استفاده جویی های کشورهای همسایه را در مجموع و خصوصا کشور ایران در قبال مسائل افغانستان، خصوصا در وقتی که افغانستان ما شاهد یزی هستیم که در چند دهه متواتره که تنش‌ها در میان افغانستان و در میان
در میان افغانستان در میان خود داخلی مشکل افغانستان بوده و بیشتر مشکل داخلی افغانستان ریشه در اساس مداخلات کشورهای همسایه به خاطر تامین منافعشان در داخل افغانستان وجود داشته. من کاملا همراه با مهمانان ارجمندتان موافق هستم و این یک موضوع مبرهن و یک مسئله خیلی واضح است که به هیچ فردی از طرفهای افغانستان این مسئله پوشیده نیست و فعلا هم تمام مردم این را به درستی میدانند که اصل واقعیت جنجال‌ها و یا مسائل در کجاست. تشکر استاد فطرت عزیز. استاد فطرت عزیز، بعد از حرف‌های آقای روحانی در قبال احداث سدهای افغانستان، واکنش‌های تند و سریع در میان جوانان افغان، ملت افغانستان، ما شاهد بودیم که در کابل افغانستان تظاهرات شد، در هلمند افغانستان تظاهرات شد، مقامات دولتی افغانستان، رئیس جمهور، پارلمان و غیره موقف گرفتن و حرف‌های آقای روحانی را مداخله سریع در امور افغانستان عنوان کردن. البته در این میان یک چیزی که خیلی جالب بود و در عین حال متوقع بود، از مزدور بیشتر از این توقعی نداشتیم، او حرف‌های آقای سید عیسی حسینی مزاری دبیرکل حزب اسلامی تبیان از کابل افغانستان بود که با تزویر و تلبیس حرف‌های را به میان آورد در قبال تظاهرات کابل افغانستان و کسایی که تظاهرات کرده بودند آنها را مزدور عنوان کرد. یعنی کسی که مزدوری خودش از هر من الشمس است. ما بارها ثابت کردیم که آقای عیسی حسینی یک مزدور هست، بارها این را ثابت کرده است. در انتقادی که بالای تظاهرات کابل داشت، از یک سو کسایی که تظاهرات کرده بودند آنها را مزدور می‌خواند و از سوی دیگر به ملت بزرگ ایران گویا پیام می‌دهد که اینها نمایندگی از ما افغان‌ها نمی‌کند، در حالی که کسایی که تظاهرات کردند و کسایی که در مورد مداخلات ایران در امور افغانستان صحبت می‌کنند همیشه انگشت انتقاد آنها بالای دولت آخوندی ایران بلند می‌شود، نه ملت شریف ایران که این را بارها ما از افغان‌ها شنیدیم و می‌گویند تاثیر دارند بر اینکه ما با ملت برادر و دوست ایران هیچ مشکل نداریم، بلکه مشکل ما، گلای ما از دولت آخوندی ایران هست. و این مرد اینجا یعنی نوع تلبیس و تزویر میکند، گویا تظاهراتی که در کابل شده علیه ملت ایران باشد که آمده این گونه جلوه میدهد. پاسخ شما در قبال حرفهای آقای حسینی چی هست؟ چی میگوید شما؟ واقعا تظاهراتی که در افغانستان، در ولایات مختلف افغانستان شده از سوی مزدورانی بود؟ مزدورانی کی بودن؟ ابتدا در قدم نخست ما باید اظهارات آقای روحانی در قبال مسئله تأسیس بند برق و منافع عامل منفعی به خاطر منفعت افغانستان یک موقف اصلا هوچگری و پوپولیستی بود که از طریق خواست که ادعای کسانی اهل تسنن که به منافع آقای روحانی در ایران رای دادن خواست از این طریق یک اندازه زمینه را فروکش بسازه و یک اندازه بر اونها پاسخ داشته باشه که من از منافع مردم در داخل ایران دفاع میکنم. اما بدون شک این دیدگاه یا این موقف آقای روحانی خالی از یک بحث انگیزه یا دیدگاه پوپولیستی و اصطلاح به ظاهر عوام فریبی و فریب دادن مردم، کشانیدن مردم و به بیراه ساختن مردم چیزی دیگر نبود. درست. اما در خلاف از این در جانب دیگر تظاهرات یا گردهمایی‌هایی که در افغانستان به وقوع پیوست و ملت مسلمان افغانستان در برابر اظهارات اخیر آقای روحانی ابراز نظر نمودند، دیدگاه خودشان را به خاطر حفظ منافع مشترک ملت افغانستان و مردم افغانستان آمدن ابراز کردند. از جمله نجیب کابلی که بیشتر در گردهمایی‌هایی که بر ضد ایران در داخل افغانستان براه انداخته میشه نقش محوری یا نقش گردانندگی را بیشتر دارد. بله، ما بسیار تلاش کردیم که با ایشان صحبتی داشته باشیم، متاسفانه که تماس ما با آقای نجیب کابلی رخ نشد. بله. من به مسائل یا به برخوردهایی که آقای کابلی به خاطر حفظ منافع مردم افغانستان تظاهرات یا اجتماعات یا تجمعات را براه میاندازد مورد حمایت تمامی ملت افغانستان هست. درست. اینجا بحث نژاد و منطقه و جغرافیا برای ما مطرح نیست، فقط منافع مشترک ما بین ما مطرح است. بله.
ما مورد حمایت ما هست، اما آنچه را که دبیر کل حزب اسلامی تبیان آقای سید عیسی مزاری در یک موقف خیلی خواب متفقانه، یک موقف خیلی خواب آشوبگری را یا از طرف دیگه هم نشان دادن همبستگی خود، همو بحث اجنبی خود با ایران را نوعی مطرح میکنه و نمایندگی از ملت افغانستان برای ملت ایران و برای دولت ایران وعده می سپاره، وعده همکاری می سپاره و از طرف دیگه هم تجمعات بر حق ملت افغانستان را برش مهر رد میگذاره و تایید میکنه و کسانی که به خاطر خواست ملیشان اینجا آمدن تظاهرات کردن، به خواست مدنی خودشان آمدن به جاده ها ریختن و خصوصا مردم را از این حالت خمود و از حالت خاموشی بیدار ساختن. واقعا حرفهای دبیر کل حزب اسلامی تبیان آقای سید عیسی مزاری فقط بیان کننده موقف اجنسی و یا وابسته بودن ارتباطات نقش سیاسی ای آدم را به ایرانی ها نشان میده و من نمیخواهم که انتقاد برای دبیر کل حزب اسلامی تبیان داشته باشم، بلکه انتقاد من به دولت ناکاری افغانستان در قبال این مسئله هست که در حالی که دبیر کل حزب اسلامی تبیان در صفحه رسمیش ایرانی ها را اطمینان میده، دولت ایران را بر دولت افغانستان بر حق میدانه، چه جایی که آقا برا بررسی بکنه قضیه جنجال هایی که در میان افغانستان و در میان ایران در مورد بحث های رودخانه های بین المللی و قوانین مورد نظر در مورد رودهای فرامرزی وجود دارد. و البته ما یک تعریف اولا ابتداء بکنیم از رودخانه های بین المللی که رودخانه های بین المللی عبارت از رودخانه هایی است که مورد استفاده دو یا چند کشور قرار گرفته باشه و چند کشور از او استفاده بکنن. اما دریای هلمند بیشتر فعلا در شرایط فعلی داخل تعریف رودخانه های بین المللی نمیشه. چرا؟ بلکه رودهای فرامرزی ما میتونیم که ایره رودخانه رودهای فرامرزی آب هلمند را ما چی بکنیم. اما یک مورد استفاده افغانستان و مورد استفاده ایران قرار می گرفته. درست. در طول تاریخ از زمانی که جنجال ها به وجود آمده آغاز اختلاف در میان ایران و در میان افغانستان از اوایل قرن 19 شروع میشه در سال 1872. درست. و بعد به اساس مذاکره دو جانبه بین افغانستان و بین ایران به اساس ارجاع این مسئله به سازمان ملل متحد درست. این مسئله تا جایی حل میشه و تا حالا ما 5 سند تاریخی در مورد قضیه جنجال رودهای فرامرزی بین افغانستان و ایران داریم. درست. متاسفانه قسمه که دیدگاه مهمانان محترم دیگیتون در برنامه تنمی بود که ایران همیش از ضعف حکومت افغانستان استفاده کرده و آمده وارد میدان عمل شده و بیشتر از همه حقوق تعهدنامه یا توافقنامه هایی که در میان دو کشور صورت گرفته، چه بر اساس وساطت کشورهای بیگانه و افراد بیگانه یا سازمان ملل متحد و چه هم بر اساس توافق دو تا کشور، ایران همیشه آمده در فکر زیادت طلبی و تفوق طلبی و زیاده خواهی در حقشون بوده. یقینا ما درست است مثال که ابرازات اظهارات نظر آقای وزیر آب و انرژی افغانستان آقای عثمانی در مورد مسئله بحث تاسیس منابع رودخانه ها در رودخانه در رود هلمند وقتی که آمدن ابراز نظر کردن و برای ایرانی ها برای اهل تسنن ما در طرف من هم تعهد دادن که هیچگاه به نقص و مردم تمام نمیشه اطمینان دادن. پس وقتی که ایران حق داره برای حق قانونیش است، حق مسلمش است، آقای ایرانی نباید به ما را تهدید بکنه، نباید بیاد در منافع ملی ما دستاندازی بکنه و ما را یک ملت خواب برده بدانه تلقی بکنه، بلکه درست است هرگاه اگر حکومت افغانستان از حق قانونی که در توافقنامه های دو جانبی در میان افغانستان و در میان پاکستان در میان ایران صورت گرفته، اگر حکومت افغانستان توافقنامه ها را نقض میکنه، آقای روحانی حق داره که دیگه از دفاع از حق ملتش در برابر حکومت افغانستان چرا بگوید و صدای خود بلند کنه که البته اونجا هم به تهدید خیشگاه رای حل سیاسی در قضایا یا در بحران مسائل بین الدول نیست. فقط یگانه رای سیاسی که یکی از علتهای به وجود آمدن سازمان ملل متحد تأسیس اون هم به خاطر حل و فصل قضایای بین المللی است. اصل بحث ما
سر مسئله قضیه دبیر کل حزب اسلامی تبیان بود، آقای سید عیسی مزاری، که یک بحث خیلی خاص جانبدارانه ایرانی است، طرفداری از حکومت ایران مطرح میکنه و صدای آقای روحانی را بر حق میدانه و برادرای هلمندی ما که در هلمند تظاهرات میکنن و توده بزرگ که در کابل تظاهرات میکنن این کار مهر بر اجنت بودن یا بر مزدور بودن و بر خود فروخته بودن میزنن. خیلی ها این دیدگاه مسکانه و از طرف دیگر در حقیقت ساختار بر موقف سیاسی دولت افغانستان هست و بی‌کفایتی آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله را نشان میده و وابسته بودن اینها نوکری زلفا را هم نشان میده که یک آدمی که هیچ مسئولیت در قبال سیاسی افغانستان نداره، غیر مسئولانه میاد، چنین دیدگاهی را مطرح میکنه. خیلی ها متاسف هستم به حال این حکومت که تا هنوز دبیر کل حزب اسلامی تبیان آقای سید عیسی مزاری باید پای او به زندان پرچرخی کشانده میشد، اما حالا هم با امو غمامه نشانی از اجنت بودن و جاسوسیش آمده در داخل شهر کابل سربلند میگرده و حکومت تماشای او را میکنه. خیلی متاسف هستم به حال حکومت و آقای دبیر کل حزب اسلامی تبیان حق داره که بالاتر از این بگوید، چون وقت حکومت خواب برده باشه، حکومت در حقیقت حکومت که در زدبندهای سیاسی در داخل خودش مصروف باشه، بیشتر باید جرأت میگیره، بیشتر میومد ناکارگی حکومت را بیان میکرد و کسانی که به خاطر حقشان تظاهراتی بر حق کرده بودن اونها را بیشتر از مسئله واجه های خود فروخته و اجنت و این آن حتی حق داشت که در چنین یک وضعیت حکومت بیکارگی بیایه دشنام برای مردم بده که کمتر از او هم نگفته و متاسف هستم به این حکومت و به این آخوند. البته استاد فطرت عزیز خیلی جالب و خنده‌آور و شرم‌آور ما بگویم مناسب تر است اینجاست که او آقای سید عیسی مزاری از این کسایی که تظاهرات کرده بودن اینها را مزدور و خود فروخته میخوانه، میگوید که در مسائلی که میان دو دولت اختلاف هست نباید ملت ها این گونه سر و صدا را برا بیاندازند، بلکه از راه مذاکرات باید این دو دولت باید حل میکردن. ما شاهد بودیم خود این دبیر کل حزب اسلامی تبیان در قبال اعدام آقای نمر که یکی از دهشت افغانان عربستان سعودی بود و عربستان سعودی او را البته در جنگ در نبرد با نیروهای امنیتی این کشور زخمی شد و سپس محاکمه و اعدام شد. همین آقای سید عیسی مزاری آن وقت موقف گرفته بود علیه این محکمه دولت سعودی که کاملا یک امر داخلی سعودی بود، هیچ ربط به افغانها و به افغانستان نداشت، اما این مزدور از کابل خیلی صدا بلند کرد و حالا این دیگران را مزدور میگوید. جناب آقای رحیمی اگر اجازه باشه وقت برای من یاری بکنم، اول ابتداً باید یک موافقتنامه‌ای که در میان افغانستان و در میان ایران در سال 1353 خورشیدی صورت گرفته من یک مرور به این توافقنامه بکنم و بعداً برم برای پاسخ دبیر کل حزب اسلامی تبیان آقای سید عیسی مزاری و برای حوشیگری که میخواهد دیدگاه اقتدار ربیع در امارات جذب توجه خودش بکنه. خیلی ها یا خونده که به بیراه روان هست باز هم به بیراه میره. اساسا حکومت افغانستان ناقض توافقنامه‌ای که در میان افغانستان و در میان کشور ایران در سال 1351 صورت گرفته ناقض این توافقنامه نبوده. درست. ما 4 توافقنامه داریم یا به اساسی که قبلا هم گفتم که آغاز اختلافات در سال 1872 که مذاکره دو جانبه صورت میگیره. درست. ابتداءً به حکمیت گولد اسمیت در سال 1873 جنجال ها اندک فروکش میشه و بعدا هم در حکمیت دوم به حکمیت مکماهون در سال 1905 اختلافات بار دیگه به اوج خود میرسه و در سال 1902 اختلافات به وجود میاد و در سال 1905 مکماهون به نمایندگی از طرف سازمان ملل متحد به خاطر از طرف انگلیس که دولت ها درخواست حکمیت را از طرف انگلیس میکنن، مکماهون میگه به نمایندگی از طرف دولت انگلستان به خاطر حل و فصل قضیه جنجال رودخانه یا آبی که از طرف هلمند وارد ایران میشه به این مورد میآید. درست. و بعد اونجا به یک فیصله میرسن و هر کدام چیزش مشخص میشه اما این جنجال یعنی به صورت کلی حل نمیشه. درست. اونجا علت اساسی اختلاف با وجود آمدنشان تغییر مسیر رودخانه
در دلتا بود. درست. و بعد از اونجا مشخص میکنن که آب مربوط به افغانستان باید 66.5% بله. مربوط افغانستان، یعنی 2% آب مجموعا مربوط افغانستان و 1% که 33.5% مربوط به ایران میشه. درست. این مشخص میکنن و بعد از او در بار سوم توافقنامه‌ای که در میان افغانستان و در میان ایران صورت میگیره و بعد از شکستاندن این مسئله عهدنامه میان ایران و افغانستان در سال 1938 که به حکمیت باز با وجود میاد، زمانی که حکمیت آقای ماهود بی نتیجه میمونه و بعد از در سال 13 هفته خورشیدی عهدنامه در میان افغانستان و در میان ایران باز دوباره امضا میشه که این معاهده دارای 16 ماده می باشه. درست. و که از طرف دولت جمهوری ایران باقر کاظمی در زمان حکومت شاهنشاهی ایران و علی محمد خان وزیر خارجه افغانستان از طرف حکومت افغانستان این معاهده را امضا میکنن. خب. و بعد از اینجا تقسیمات که در این مورد تصمیم میکنن که باید آبی که در رود هلمند وجود دارد در میان حکومت افغانستان و در میان حکومت ایران مناسبه تقسیم شود. اما یک نکته که در بند اول این معاهده تذکر داده شده و تصریح داده این هست که تقسیمات آب مناسبه بعد از بند کمال خان می باشد. یعنی بعد از اینکه آب در بند کمال خان استفاده میشه از عبور میکنه از بند کمال خان بله عبور میکند بعد در میان دولت افغانستان و در میان دولت ایران باید مناسبه میشه این تقسیم شود. اما این اعلامیه هم از سوی هیئت انجمن ملی افغانستان به تصویب نمیرسه و به حالت اجرا گذاشته نمیشه، به حالت خودش باقی میمونه. درست. از طرف دیگر ما کمیسیون دلتای هلمند را داریم که ادامه اختلافات در میان افغانستان و در میان ایران باعث میشه که در سال 1951 که مصادف به 13 خورشیدی هست باز جنجال در میان افغانستان و در میان ایران به وقوع میپیونده. در مورد انبار حکم های از طرف ایالات متحده آمریکا خواسته میشه و ایالات متحده آمریکا 3 نفر را به نمایندگی روان میکنه. یکی فرانسیسکو گویز که یکی این هست و رابرت لودی که مربوط به امریکای تبار هست. و دیگه هم کریستوف رو که مربوط به شهروند کانادایی هست که را به نمایندگی روان میشه و میان بررسی میکنن. بعد از تحقیق و بعد از بررسی بالاخره به این نتیجه میرسن که 22 متر مکعب در 30 ثانیه آب اقابه برای ایران داده شود و تاسیس منابع از طرف افغانستان در رودخانه در حق مشروع برای ملت افغانستان شناختن اینها در موافقتنامه تصویب شد. درست. اما آنچه که علت جنجال‌ها و بروز جنجال‌ها در میان افغانستان و در میان ایران میشه، سالهای بعدی سبب میشه که باز بار دیگر جنجال بروز بکنه و موافقتنامه دیگر در میان ایران و در میان افغانستان در سال 1351 خورشیدی باز با وقوع میپیونده صورت میگیره. خب اینجا ابتداء جلسات تحت نام جبهه آب هلمند این آخرین موافقه است که صورت میگیره جناب استاد؟ بله این صورت میگیره. میخوایم که روی محتویات این موافقتنامه ما صحبت بکنیم. بله. زمانی که جنجال در میان افغانستان و در میان افغانستان و در میان ایران بروز میکنه، اینجا طرف نویسندگان افغانی روزنامه‌نگارا یک بحث مطرح میشه، جلسات تحت نام جبهه آب هلمند که محمد یوسف فرند مدیر مسئول جریده روزگار از احزاب سیاسی دعوت میکنه به خاطر که احزاب هلمند بیان دفاع بکنن و بالاخره قضیه جای بعد از وساطت و بعد از توافقنامه‌ای که در سال 1351 صورت میگیره، دولت افغانستان برای دولت ایران مطابق به معاهده قبلی معاهده 4 در ثانیه 22 متر مکعب آب در ثانیه از طرف دولت افغانستان برای دولت ایران داده بشه. درست. و بعد از این توافقنامه دولت افغانستان 4 متر مکعب آب دیگر هم به خاطر حسن نیت و همجواری برای ایرانی ها در این توافقنامه میتن که مجموع آبی که 22 به اساس توافق در میان هر دوشون و 4 متر مکعب دیگه هم به اساس جوانمردی مردم افغانستان میتن و مجموعاً حقابه ملت ایران از آب هلمند در 30 ثانیه 26 متر مکعب آب میشه. درست. که این توافقنامه توسط موسی شفیق صدر اعظم افغانستان
و امیر عباس هویدا صدر اعظم ایران به امضا میرسه و این معاهده شامل 12 ماده می باشه و تا حالا در شرایط کنونی که تقریبا این معاهده پشتیبانی معاهده چهارمی است که در اونجا تأسیس رودخانه ها برای ملت افغانستان، برای دولت افغانستان به اساس توافقنامه‌ای که توسط حکمیت امریکایی ها صورت گرفت داده شده. درست. بحث ما در ارتباط به آقای سید عیسی مزاری بود که جنجال که در میان دولت افغانستان و در میان دولت ایران به وقوع پیوسته، او طرف هم از آبی که از رودخانه هلمند وارد ایران میشن، از این آب بیشتر برادران اهل تسنن ما به طرف مرز استفاده میکنن. اشکالی نداره، خب باز هم حق ما هست. در اینجا مسئله بحث کشاندن جنجال به این نیست که آقای سید عیسی مزاری بیه مسئولانه بدون یک مسئولیت قانونی بیه موقف بگیره و حرفای آقای ایرانی را بدون کشاندن این بحث به یک حکمیت و یک مسئله راهی رسیدن به یک توافق سیاسی مانند توافقات قبلی این مسئله را به یک چالش بکشانه و این مسئله را جهت بده و آقای سید عیسی هم از کابل افغانستان صدا بلند بکنه به حمایت از اونها. در واقع اولا حرفهای آقای سید عیسی یعنی حرف مسئولانه نیست. یک مسئله دوم، راه حل بروز جنجال در میان افغانستان و در میان ایران توافقنامه های که در اخیر در میان افغانستان و در میان ایران صورت گرفته و تا حالا نقض نشده و در اون توافقنامه هم نصف آب بعد از بند کمال خان برای ایرانی ها به عنوان حقابه داده شده. یک و در طرف دیگر در توافقنامه اخیری که در سال 1353 صورت میگیرد، در این توافقنامه در 30 ثانیه 26 متر مکعب آب برای ایرانی ها به عنوان حقابه شناخته شده. و درست است هرگاه اگر دولت افغانستان بیاد کمتر از و حقابه را برای ایرانی ها بده، حق سر صدا بلند کردن، حق مراجعه به سازمان ملل را داره. اما این نمیشه که ما به اعتبار ازی که ما برای ایرانی ها حق آبه دادیم، حقشان را به رسمیت شناختیم، بیان کاملا دستشان بر گرفتن ما بگذارن، بر گلون ما بگذارن، فشار بتن بگن که شما حق استفاده کردن از حق قانونی و حق حقوقیتان را هم ندارین. خیلی ها جفا هست و خیلی های موقف مسرکانه و موقف بیشرمانه هست که آقای سید عیسی مزاری به جای ازی که از منافع ملت خودش به دفاع بکنه، چون که طول و امکانات چشمی آدم را گرفته، میه از منافع دولت ایران که در قبال افغانستان همیشه دفاع کرده از دفاع میکنه. درست. تشکر آقای استاد رحمت الله فطرت از اینکه برای ما و بیننده های عزیز ما وقت دادین و خیلی تفصیلی در مورد این جنجال آبی افغانستان و ایران صحبت کردید. تشکر از شما. تشکر از شما و خدا حافظتان. بیننده های عزیز، صحبت داشتیم با استاد رحمت الله فطرت، استاد دانشگاه از کابل افغانستان که در مورد جنجال آبی که میان دولت افغانستان و ایران رخ داده است تفصیلی صحبت کردند. در مورد موافقت هایی که قبلا صورت گرفته و آخرین موافقت هایی که تا کنون نقض نشده صحبت کردند و همچنان حرفای غیر مسئولانه و مزدورانه سید عیسی مزاری را که در قبال تظاهر کنندگان کابل و هلمند گفته بود را نقد کردند و شدیداً محکوم کردند. امیدوار هستم که از این برنامه چیزی استفاده کرده باشید در قبال جنجالی که سر آب رخ داده و خصوصا مداخلات ایران. حالا مسئله تنها آب نیست بلکه در کل مداخلات ایران در افغانستان این خیلی مهم هست که دکتر نور محمد عمرای عزیز خیلی تفصیلی و با صراحت در مورد استفاده سوی دولت آخونده ایران از ناامنی های افغانستان صحبت کردند و از فقر و بیچارگی و تنگدستی مهاجرینی که در ایران رفتند که آنها را ایران چگونه برای منافع سیاسی خود در عراق و سوریه به کشتن میفرستد در آن مورد صحبت کردند و گفتند که عامل اساسی ناامنی های افغانستان ایران نیز هست. امیدوار هستم که مستفید شده باشید. وقت نماند که تماس های شما بیننده های عزیز را بگیریم. ان شاءالله در برنامه های بعد براتون وقت بیشتری در نظر خواهیم گرفت. همه شما عزیزان را تا آن دم به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.